بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود مهربانان، سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی و درودی چون نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه آشنایی نثار محضر پارسا و پرمهرتان. این جانب نیلوفر هم در دانش آموز لسه عالی سلام یکی از دکلماتوران برنامه امروزی هستم. روزی که سخن ز عشق و عاشق بشود، روزی که وطن شبیه سابق بشود، مرغان مهاجر به وطن برگردند، هر کس به خدا پشت وطن دق بشود. این شب که همیشه شب نمیماند هیچ، این بغض به زیر لب نمیماند هیچ. من مطمئنم که درد درمان دارد، این فصل بد و غمزده پایان دارد. باور داریم دوباره آزادی را، در سینه خود امید آبادی را. لبخند خودش به جای بم خواهد شد، یعنی که ستم دوباره گم خواهد شد. عشق و غزل و ترانه برخواهد گشت، بیجا شدگان به خانه برخواهد گشت. یک بار دیگر وطن خواهد شد، آن خانه با صفای من خواهد شد. میزیبد اگر دوباره کابل باشی، با یار قشنگ چپکاکل باشی. قصر دیگران به کوه و سنگش نرسد، دنیا همگی به ده مزنگش نرسد. این ساز شکسته را بیا سر بکنیم، هی شام هرات را تصور بکنیم. روزی برسد که غصه ها دور شوند، چشم همه دشمنان ما کور شوند. در دامن غربتم خدایی سخت است، از کابل و بلخ تو جدایی سخت است. ای کاش درخت بختشان لرزان باد، بدخواه من و تو خانه‌اش ویران باد، بدخواه من و تو خانه‌اش ویران باد. سپاس.